عرض درود و سلام دارم خدمت همه شما همراهان دانشپژوه. من در ویدیوهای قبلی یعنی ویدیوهای شماره 1 تا 6 ایده سنجش شایستگی رو معرفی کردم و در مورد نیازها و ضرورت اون و همچنین اهداف و کاربردهای این ایده و نظام شایسته سالاری صحبت کردم و در ادامه در ویدیو شماره 7 درباره روش طراحی ابزار سنجش موفقیت صحبتهایی داشتم. در این ویدیو میخوام موضوعات و آیتم هایی که در ابزار سنجشی که ما در تحقیقمون طراحی کردیم رو نام ببرم و توضیحات مختصری درباره هر موضوع و آیتم موفقیت و شایستگی خدمتتون ارائه کنم. همونطوری که در ویدیوهای قبلی خدمتتون عرض کردم، داده‌هایی که ما از 3 انگولیشن کتب و مقالات، مصاحبه با افراد موفق و متخصص و نظام‌های حاکم در دنیا استخراج کردیم رو در قالب موضوعات یا تم‌های کلی چارچوب بندی کردیم که هر موضوع دارای چندین آیتم و هر آیتم دارای 4 گزینه و گاهی بیشتر هستش. در علم مدیریت جهت ارزیابی شایستگی افراد از ابزارهایی مانند انواع مصاحبه، ایفای نقش، تمرین گروهی، بازی‌های مدیریتی، مطالعه موردی، ارائه مطالب و تمرین نوشتاری استفاده میشه تا افراد شایسته رو جهت شغل و محیط کاری مورد نیاز انتخاب کنند و به کار بگیرن. ولی در ایده سنجش شایستگی میخواهیم افرادی که در کار، شغل، زندگی و جامعه خود عملا شایسته بودن رو با ابزاری ترکیبی به نام ابزار سنجش موفقیت شناسایی و برای اونها نمره عمر و نقش و جایگاه اجتماعی تعیین کنیم. ابزار سنجش موفقیتی که ما طراحی کردیم دارای 20 موضوع کلی یا تم، 31 زیر موضوع یا ساب تم، 100 آیتم و 500 گزینه است که برای سنجش موفقیت و شایستگی افراد در زندگی طراحی شد که احتمالاً در آینده با تحقیقاتی که برای دقیق‌تر شدن و تکامل اون انجام میشه، تعداد موضوعات و آیتم های اون نیز افزایش پیدا خواهد کرد. در این بخش در ابتدا کلیه موضوعات و آیتم های ابزار سنجش موفقیت رو که در تحقیقمون استخراج کردیم رو در یک نگاه نمایش میدم و در مرحله بعدی سعی میکنم توضیحات مختصری درباره هر یک از موضوعات و آیتم ها ارائه کنم. همونطوری که ملاحظه میفرمایید موضوع جنسیت رو داریم که دارای یک آیتم به نام جنسیت هستش. موضوع سن رو داریم که دارای یک آیتم به نام سن هستش. موضوع موفقیت تحصیلی رو داریم که دارای آیتم های میزان تحصیلات، رتبه برتر، نوع دانشگاه، معدل بالای مقطع و رشته تحصیلی هستش. موضوع موفقیت در کار و شغل رو داریم که دارای 2 زیرموضوع نوع شغل و سابقه و تجارب رو داریم. نوع شغل دارای آیتم های نوع شغل، عضویت اتحادیه، وجه و امکانات شغل، گواهینامه های دوره ها و میزان سابقه هستش و همچنین آیتم هایی مانند درجه بندی شغل، نمونه شدن شغل، گواهی کارگاه ها و خلاقیت کاری. موفقیت در تولید علم رو داریم به عنوان یک موضوع که دارای آیتم های تالیف یا ترجمه کتاب، چاپ مقاله علمی، ثبت اختراع، اطلاعات عمومی و شرکت در سمینارها هستش. موضوع موفقیت‌های هنری رو داریم که دارای آیتم‌های فعالیت‌های هنری، فنون و ذوق‌های هنری، هنردوستی و حمایت از هنر، نظرات به آثار هنری رو داریم. موضوع موفقیت در زبان و کامپیوتر رو داریم که دارای 2 زیرموضوع زبان و کامپیوتر هستش و آیتم‌هاشون میزان تسلط به زبان، تعداد زبان یا لهجه مسلط و میزان تسلط به کامپیوتر هستش. موضوع ارتباطات و معاشرت و قانونمندی رو داریم که دارای آیتم های مهمان نوازی، میزان شهرت، تشکل مردم نهاد، شبکه اجتماعی مجازی، خدمت و ایثار، سازش و میانجیگری، قانونمندی، آداب معاشرت، کمیت ارتباط و کیفیت ارتباط یا صمیمیت هستش. موضوع خوشبختی رو داریم که دارای آیتم های تأهل و خانواده، تفریح و مسافرت، مهارت و آیین زندگی، رضایت از انتخاب ها، رضایت از زندگی مشترک، برآورده شدن آرزوها، احساس خوشبختی و شادی هستش. موفقیت در داشتن سلامتی رو داریم که دارای
آیتم های سلامت جسمی، سن بیولوژیک، ورزش و توانایی های فیزیکی، میزان خطرپذیری و ریسک، سلامت روانی و تعادل کار و زندگی رو داریم. موضوع اخلاق و شرافت انسانی رو داریم که آیتم های اون رعایت مسائل اخلاقی، کمک به هم نوع، کارهای خلاف قانون و اخلاق هستش. موضوع محیط زیست رو داریم که دارای دو زیر موضوع حفظ محیط زیست و ارتباط با طبیعت هستش و آیتم های اون ایده پارسل مشارکتی، رهبر اقدامات کلان، بومگردی، اطلاعات علمی و کمپینگ هستش. موضوع اقتصادی و مالی رو داریم که آیتم های اون رتبه در سامانه، درآمد ماهیانه، میزان اموال، میزان پسنداز و میزان پرداخت مالیات هستش. موضوع موفقیت‌های فوق‌العاده و خاص رو داریم که آیتم‌های اون در ارتباط با موفقیت‌های فوق‌العاده و خاص شامل برگزیده شدن نوبل و بوکر و اسکار و غیره هستش. کاشف و مخترع بین‌المللی شدن هستش. موفقیت شغلی خیلی زیاد هستش. معروفیت و سرشناس بودن هستش و در نهایت موفقیت مالی فوق‌العاده هستش. موضوع وطن پرستی و احساس تعلق رو داریم که آیتم های اون امتیاز وطن پرستی، نمره تعلق و نمره خدمت به مردم هستش. موضوع خودساختگی و گذشته زندگی رو داریم که آیتم های اون گذشته زندگی از لحاظ سلامت، وضعیت خانواده، وضعیت اقتصادی و غیره هستش. موضوع موفقیت همسر و فرزندان رو داریم که نمره موفقیت همسر، نمره موفقیت فرزند اول و دوم و سوم رو داریم. موضوع فکر برتر رو داریم که آیتم های اون ابتکار جهت تکمیل ابزار سنجش موفقیت، امتیاز روشنفکری، امتیاز صداقت و غیره هستش. موضوع رضایت مردم و محبوبیت رو داریم که آیتم های اون میزان محبوبیت و رضایت مردم در سامانه، رضایت والدین، گزارش مردمی در سامانه هستش و در نهایت موضوع کمک به افراد نمره عمر بالا هستش که یک آیتم در ارتباط با امتیاز کمک به افراد دارای نمره عمر بالا را دارا هستش. اولین موضوع ابزار سنجشی که ما در طی تحقیقمون طراحی کردیم جنسیت است که دارای یک آیتم با همین نام هست. این آیتم در حالت طبیعی دارای دو گزینه مرد و زن هستش. در کشورهای توسعه یافته شرایط اجتماعی و فرهنگی برای پیشرفت و موفقیت زن و مرد یکسانه و لذا مرد و زن برای موفقیت شرایط یکسانی دارند. ولی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به دلیل محدودیت‌های فرهنگی شرایط پیشرفت و موفقیت برای زن و مرد یکسان نیستش. ضمن اینکه جنس زن به دلیل ماهیت مادر بودن و شرایط فیزیولوژیک خاص خود که بخش زیادی از انرژی و وقت خود رو صرف فرزند و مسائل تربیتی و عاطفی خانواده میکنه، شرایط یکسانی با جنس مرد نداره و لذا طبق نظر گروه کارشناسی یا همون اکسپرت پنل برای همسانسازی امتیازات برای مردها ضریب 1 و برای زنان ضریب 1.5 در نظر گرفته شد. این بدان معنا هستش که برای بانوان به واسطه زن بودنشون 5% امتیاز بیشتری در نظر گرفته شد تا حق اونها در کسب نمره عمر ضایع نشه. این ضریب 5% ممکنه به اعتقاد برخی از صاحب نظران یا اندیشمندان کم یا زیاد باشه که در آینده توسط تعداد بیشتری از صاحب نظران و محققین ضریب واقعی‌تر و دقیق‌تر رو به دست خواهیم آورد. در پایان محاسبات نمره عمر که امتیازات همه آیتم ها و گزینه ها جمع میشن، عدد به دست اومده در مجموع ضرایب ضرب میشه که یکی از این ضرایب ضریب جنسیت هستش. دومین موضوع ابزار سنجش موفقیت سن هست که دارای یک گزینه با همین نام هستش. شاید جالب باشه که در طراحی ابزار سنجش موفقیت سن و گذشت عمر به عنوان مهمترین آیتم و عقربه و کرونومتر این ابزار هستش. در این تحقیق و مصاحبه‌هایی که انجام شد، بیشتر افراد موفق و متخصص استفاده بهینه از وقت و تلف نشدن عمر رو به عنوان بزرگترین و کلی‌ترین موفقیت عنوان کردن و تنها کاری که برای بهره برداری از این منبع با ارزش میشه انجام داد، مدیریت و استفاده درست از اون هستش.
از طرفی ابزار سنجش موفقیت میخواد میزان موفقیت افراد رو در طول زندگی بسنجه. بنابراین فردی که در دوره جوانی به سر میبره وقت بیشتری برای کسب موفقیت رو داره و برعکس فردی که در کهنسالی زندگی خود قرار داره وقت و انرژی کمتری برای کسب موفقیت رو داره. این بدان معنا هستش که وقتی یک فرد جوان در همان دهه دوم یا سوم زندگی خود موفقیت‌های زیادی رو کسب نمود و فرضاً مجموع امتیاز موفقیت‌هاش 5000 هستش، در مقایسه با یک فرد کهنسالی که مجموع امتیاز موفقیت‌هاش 5000 باشه، از لحاظ نمره عمر یکسان نیستن. چرا که فرد جوان تا کهنسالی زمان زیادی رو برای کسب موفقیت‌های بیشتر و بالا بردن نمره عمر خود داره، ولی فرد کهنسال به اندازه فرد جوان فرصت نداره. بنابراین در قیاس درست و منطقی یک فرد جوان که هنوز وقت بیشتری برای موفقیت داره با یک فرد سالمند که از بیشتر وقت و عمر خود استفاده نموده باید ضرایبی رو به عنوان ضریب سن تاثیر داده بشه و لذا ابزار سنجش موفقیت طوری طراحی شده که میزان موفقیت رو با توجه به سن و سال نشون میده که در یک جدول نحوه عملکرد این ضرایب طراحی شده. همونطوری که ملاحظه میکنید این ضرایب با افزایش سن کاهش پیدا میکنه، به طوری که ضریب یک فرد 20 ساله 2 هستش و ضریب یک فرد 85 ساله 1 هستش. همچنین عملکرد این ضرایب بدین شکل هستش که ابزار سنجش موفقیت ابتدا مجموع امتیازات موفقیت فرد رو از تمام آیتم ها و گزینه ها محاسبه میکنه که اون رو امتیاز موفقیت خالص مینامیم. در مرحله بعد مجموع 3 ضریب جنسیت، ضریب سن و ضریب گذشته زندگی رو در امتیاز موفقیت خالص ضرب میکنیم تا امتیاز موفقیت کل به دست بیاد. سومین موضوع ابزار سنجش موفقیت موضوع موفقیت تحصیلی است که دارای 5 آیتم میزان تحصیلات، رتبه برتر در کنکور سراسری، تعداد دانشگاه معتبر تحصیل شده، معدل بالای 17 در مقاطع تحصیلی و رشته تحصیلی هستش. در طراحی ابزار سنجش موفقیت گروه تخصصی یا اکسپرت پنل برای گزینه‌هایی با بالاترین تحصیلات امتیاز بیشتری قائل شدند. یک توضیح کوتاه درباره رشته‌های تحصیلی این که در حالت طبیعی همه رشته‌های تحصیلی از لحاظ ارزش، فایده و خدمت جایگاه خاص خود رو دارند و هیچ رشته‌ای نمیتونه بر رشته دیگه برتری داشته باشه و هر کسی با توجه به علایق خود رشته‌ای رو برای تحصیل یا شغل آیندهش انتخاب میکنه. ولی از نظر افکار عمومی و انگاره‌های جامعه ارزش برخی از رشته‌ها به دلیل کاربرد، نیاز روز، همسویی با فناوری روز و از همه مهمتر به دلیل میزان درآمد با رشته‌های دیگه ممکنه فرق داشته باشه و لذا در این تحقیق بر اساس مصاحبه‌های انجام شده و طبق نظر گروه کارشناسی سعی کردید به شکل منطقی و بر اساس واقعیت رشته‌های مختلف امتیازگذاری بشن و برای هر رشته تحصیلی امتیاز متناسب لحاظ بشه. چهارمین موضوع ابزار سنجش موفقیت موضوع موفقیت در کار و اشتغال است که دارای 10 آیتم نوع شغل، آیتم عضویت در اتحادیه یا انجمن صنفی، آیتم وجه و امکانات شغل، گواهینامه‌های دوره فنی و حرفه‌ای، آیتم میزان سابقه کار، تناسب شغل با رشته تحصیلی، آیتم درجه‌بندی شغل، نمونه شدن در شغل، آیتم گواهی کارگاه‌های آموزشی و در نهایت داشتن خلاقیت و نوآوری در کار هستش. در بررسی آیتم‌های موضوع موفقیت در کار و اشتغال، اولین و مهمترین و همچنین پربحث‌ترین آیتم این موضوع آیتم نوع شغل هستش که 28 آیتم شغلی رو ما در این ابزار آوردیم و کلیت شغل‌ها رو در اون جای دادیم و هر آیتم شغلی رو در 4 گزینه خلاصه کردیم. برای مثال آیتم شغلی مدرس دانشگاه رو در 4 گزینه استاد، دانشیار، استادیار و مربی خلاصه کردیم. در ارتباط با آیتم نوع شغل توضیح 3 نکته ضروری هستش. نکته اول این که اصولا تمامی شغل‌ها دارای اهمیت خاص خودشون هستن و با این منطق که هر شغلی که برای جامعه مفید باشه ارزش خاص خودش رو داره و فرقی هم با هم نداره. از طرف دیگه از نظر انگاره‌های جامعه برخی از شغل‌ها به دلایلی چون تخصص، مهارت، مراحل و سختی‌های احراز شغل، شرایط و سختی‌های شغل از اهمیت بیشتری برخوردار هستش و نکته سوم این که بسیاری از شغل‌های بازار مانند مغازه‌داری و عمده فروشی و تجارت ماهیت اقتصادی دارند و
برخی از شغل‌ها مانند پزشک و معلم و آتش‌نشان و استاد دانشگاه ماهیت علمی و خدماتی دارن که هر کدوم امتیاز خاص خودشون رو در آیتم نوع شغل دارن و از طرف دیگه افرادی که شغلشون ماهیت اقتصادی و تجاری داره دستشون بازتر هستش تا با ثروت خود در امور خیریه و خدمات اجتماعی و عامل منفعه مشارکت کنن و امتیاز کسب کنن و نمره عمرشون رو بالا ببرن و لذا گروه کارشناسی با در نظر داشتن این سه نکته آیتم‌های شغلی رو امتیازگذاری کردش و با توجه به امتیاز هر آیتم گزینه‌های هر آیتم رو نیز امتیازگذاری کردش. آیتم بعدی موضوع موفقیت در کار و اشتغال آیتم عضویت در اتحادیه یا انجمن صنفی است. یعنی همون اتحادیه یا انجمن صنفی یا قانون و نظامی که اکثر مشاغل دارن و افرادی به عنوان نمایندگان اون صنف انتخاب میشن که این افراد معمولاً بهترین ها از لحاظ روابط و با نفوذترین ها در اون شغل هستند. این نمایندگان وظایفی چون هماهنگی با سازمان های مرتبط و مردم، نظارت بر کیفیت خدمات، نرخ‌گذاری ها و پیگیری شکایات مردم رو بر عهده دارند. تمامی افرادی که میخوان در هر شغل فعالیت کنند باید از اون صنف مربوطه مجوز یا پروانه کسب دریافت کنند. افرادی که به عنوان نماینده همصنفی های خود تحت عنوان اعضای اتحادیه صنفی یا انجمن صنفی و یا اعضای نظام یا کانون اون شغل انتخاب میشن در ابزار سنجش موفقیت به ازای تعداد سالهایی که هر فرد فعالیت میکنه امتیاز لحاظ میشه. بقیه آیتم های موضوع موفقیت در کار و اشتغال از عنوانشون میتونیم پی به ماهیت اونها ببریم. فقط نکته‌ای که لازم هستش در باب این آیتم ها توضیح کوتاهی بدم درباره آیتم تناسب شغل با رشته تحصیلی هستش. یعنی فرد در همون رشته‌ای که تحصیلات دانشگاهی داشته شاغل باشه. در جامعه فعلی ایران در برخی از مشاغل و حتی سازمان‌ها به دلیل مدیریت غلط و یا عدم تخصص‌گرایی بسیاری از افراد در رشته‌ای که تحصیل کردن شاغل نمیشن که این موضوع جای بحث داره و خسارات زیادی رو به جامعه وارد میکنه. گزینه‌های این آیتم بر اساس میزان تناسب شغل با رشته تحصیلی در 4 گزینه 100% تناسب، 75% تناسب، 50% تناسب و 25% تناسب تعریف شده که هرچه تناسب شغل با رشته تحصیلی بیشتر باشه امتیاز بیشتری کسب خواهد شد. پنجمین موضوع ابزار سنجش موفقیت موضوع موفقیت در تولید علم هستش که شامل مطالعات، تحقیقات و اختراعات میشه. این موضوع دارای آیتم‌های تالیف یا ترجمه کتاب علمی پژوهشی، پذیرش و چاپ مقالات علمی پژوهشی، ثبت اختراع، برگزیده شدن در المپیادها، آیتم مطالعه آزاد و داشتن اطلاعات عمومی بالا و در نهایت گواهی شرکت در سمینارها رو شامل میشه. برای 5 آیتم موضوع تولید علم توضیح خاصی ندارم و عنوان هر آیتم بیانگر اون هستش که چه آیتمیه و چه بعدی از موفقیت در تولید علم را در بر میگیره. ششمین موضوع ابزار سنجش موفقیت موضوع موفقیت‌های هنری است که دارای 4 آیتم فعالیت در هنر، آیتم فنون و ذوق‌های هنری، آیتم هنردوستی و حمایت از هنرمندان و آیتم مجموع نظرات مردم به آثار هنری افراد میشه. آیتم فعالیت در هنر دارای گزینه‌های مختلفی هستش که هنرهای اول تا هفتم رو در بر میگیره، یعنی موسیقی، حرکات نمایشی و رقص، هنرهای ترسیمی، هنرهای تجسمی، ادبیات و نویسندگی و بالاخره تئاتر و سینما رو پوشش میده. طرف دیگر هنر و هنرمندان مخاطبان هنرمندان و به اصطلاح هنردوستان هستند که با بهره بردن از هنر و حمایت و تشویق هنرمندان باعث گسترش و پرفروغ شدن هنر و هنرمند میشن و برای هنرمندان انگیزه و انرژی ایجاد میکنن که آیتم هنردوستی و حمایت از هنرمندان با دارا بودن گزینه‌های مختلف این اصل مهم رو در بر میگیره. هنردوستی و حمایت از هنرمندان ممکن به اشکال دیگری هم وجود داشته باشه و آخرین آیتم موضوع موفقیت‌های هنری آیتم مربوط به نظر مردم درباره آثار هنری هنرمند هستش.
معمولا افراد آثار هنری خودشون رو در معرض دید عموم قرار میدن تا مردم از اونها بهره‌مند بشن که ممکنه اونها رو در نمایشگاه‌ها، کنسرت‌ها، گالری‌ها، سینماها و یا فرهنگسراها به نمایش بگذارن. مردم با دیدن اثر هنری فرد میتونن به سامانه اینترنتی سنجش رضایت مردمی مراجعه بکنن و به اون اثر نمره بدن. هرچه تعداد افرادی که به آثار فرد نمره دهی میکنن بیشتر باشه، فرد امتیاز بیشتری رو کسب میکنه. همچنین هرچه فرد آثار بیشتری داشته باشه، امتیاز بیشتری میتونه کسب کنه. در این آیتم فرض بر اینه که هرچه اثری فاخرتر، ارزنده‌تر و هنری‌تر باشه، تعداد بیشتری افراد به سامانه مراجعه میکنن و با اون اثر امتیاز میدن. در این آیتم همانند سایر بخش‌های سامانه سنجش رضایت مردمی، نمره‌ای که هر فرد به آثار هنری فرد دیگه میده با توجه به ضریب نمره عمرش لحاظ میشه. هفتمین موضوع ابزار سنجش موفقیت، موضوع موفقیت در تسلط به زبان خارجی و کامپیوتر است که دارای 3 آیتم: میزان تسلط به زبان انگلیسی، آیتم تعداد زبان یا لهجه‌ای که فرد میتونه مکالمه کنه و آیتم میزان تسلط به کامپیوتر هستش. در دنیای امروز که عصر ارتباطات هست، افراد نیاز مبرم به یادگیری زبان انگلیسی و کامپیوتر دارن. به طور کلی زبان انگلیسی، زبان اینترنت، زبان سرمایه‌گذاری، زبان کنترل ترافیک هوایی و زبان سیاست هست. در حال حاضر بسیاری از کنفرانس‌ها و سخنرانی‌های علمی معتبر جهان و نیز اکثر کتب علمی جهان به زبان انگلیسی هستند. همچنین نرم افزارها و سیستم عامل‌های جهان نیز به زبان انگلیسی هستند. این آیتم با توجه به مدارک بین‌المللی و معتبر زبان انگلیسی مانند تافل، تولیمو و MSRT و نمراتی که از آزمون‌هاشون حاصل میشه دارای 4 گزینه عالی، خوب، معمولی و متوسط است که هر کدام امتیاز مختص به خود رو دارن و هرچه نمره اخذ شده در آزمون‌های بین‌المللی بالاتر باشه، امتیاز موفقیت بالاتری محسوب میشه. همچنین در آیتم تعداد زبان یا لهجه‌ای که فرد میتونه مکالمه کنه، با توجه به اهمیت فراگیری زبان‌های مختلف، از لحاظ ارتباط با دنیا و در نظر داشتن این اصل مهم که بلد بودن هر زبان راه ارتباط با مردم و فرهنگ اون هستش و سایر مزیت‌هایی که وجود داره، ابزار سنجش موفقیت این آیتم رو نیز با توجه به تعداد زبان و لهجه‌ای که فرد میتونه در اون تسلط داشته باشه امتیاز گذاری کردش و 4 گزینه تعریف نمود که هر گزینه امتیاز مختص به خود را دارا هستش. و در نهایت سومین آیتم این موضوع آیتم میزان تسلط به کامپیوتر است. با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی و تاثیرات زیاد اون بر همه ابعاد زندگی انسان، مهارت کار با کامپیوتر یکی از ضروریات روزمره زندگی انسان به شمار میاد. در تعیین ملاک‌های یک انسان باسواد در عصر حاضر، تنها توانایی خواندن و نوشتن ملاک نیستش، بلکه میزان توانایی افراد در کار با کامپیوتر نیز ملاک ارزیابی هستش. آموزش‌های مجازی، کتاب‌های الکترونیکی، خریدهای آنلاین، گوشی‌های هوشمند و لوازم خانگی دیجیتال تنها قسمت کوچکی از دنیای پیشرفته کنونی هستند که ضرورت و نیاز به استفاده و کار با کامپیوتر رو برای ما ملموس‌تر می‌سازه. در سال 1995 میلادی، انجمن جوامع حرفه‌ای انفرماتیک اروپا با تشکیل گروه ویژه‌ای روشی برای ارتقاء سطح مهارت‌های فناوری اطلاعات در سراسر دنیا ابداع کردند و به تدریج در سراسر اروپا و در سطح بین‌الملل با عنوان ICDL گسترش دادند و شهرت جهانی پیدا کرد. گواهینامه ICDL گواهینامه بین‌المللی هستش که توانایی دارندگان این گواهینامه رو در مهارت‌های کامپیوتری تایید میکنه و شامل 7 مهارت میشه. ابزار سنجش موفقیت آیتم میزان تسلط به کامپیوتر رو با توجه به داشتن گواهینامه ICDL مقدماتی یا پیشرفته و همچنین با توجه به تعداد نرم افزارهای پرکاربرد مانند اتوکد و 3D Max که فرد به اونها تسلط کامل داره و یا گواهینامه اونها رو در دست داره،
به 4 گزینه عالی، خوب، متوسط و معمولی تعریف نموده که هر گزینه امتیاز خاص خود رو دارا هستش. هشتمین موضوع ابزار سنجش موفقیت، ارتباطات اجتماعی، معاشرت و قانونمندی هست که دارای 10 آیتم مهم هستش. آیتم کیفیت سرمایه اجتماعی ارتباط یا مهرورزی، آیتم کمیت سرمایه اجتماعی ارتباط، آیتم شهرت و سرشناس بودن، آیتم تشکل‌های مردم نهاد و مشارکت مردمی، آیتم شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی، آیتم خدمت و فداکاری، آیتم مهمان نوازی، آیتم سازش با مردم و میانجیگری، آیتم قانونمندی و رعایت قوانین رانندگی و در نهایت آیتم آداب معاشرت و فن بیان. موضوع ارتباط رو که با 10 آیتم در ابزار سنجش موفقیت طراحی کردیم بسیار مهم و همچنین سنجش اون نیز بسیار دشوار است و افراد موفق در این موضوع باید دارای توانایی‌های خاصی باشند. موضوع ارتباط 2 هوش برونفردی و زبانی کلامی از انواع 8 گانه هوش گاردنر رو در بر میگیره. ولی همونطوری که قبلا هم خدمتتون گفتم این ایده به دنبال سنجش هوش و استعداد افراد نیستش، بلکه به دنبال نتیجه و ماحصل هوش و استعداد افراد هست و لذا این ایده با این 10 آیتم سعی از سنجش این موضوع مهم نموده و البته جا داره در آینده با اضافه شدن آیتم های دیگه توسط متخصصین مربوطه سنجش این موضوع به طور دقیق‌تری انجام بشه. بر اساس یافته‌های علوم اجتماعی، ارتباطات اجتماعی یکی از نیازهای مهم و پایه‌ای افراد برای زندگی هستش. انسان‌ها ذاتاً موجودات اجتماعی هستند و در اجتماع میتونن استعدادهای خودشون رو شکوفا بکنن. ارتباطات اجتماعی باعث میشه که افراد با فشارهای زندگی بهتر کنار بیان و شرایط زندگی رو بهتر تحمل کنند. سازوکار پیوندهای اجتماعی در شبکه غیررسمی افراد به عنوان سرمایه اجتماعی نامیده میشه و روابط و پیوندهای اجتماعی بنابر رویکرد تحلیل شبکه به عنوان سرمایه اجتماعی و دارایی فرد محسوب میشه و فرد از طریق این شبکه میتونه به منابع و حمایت‌های موجود در پیوندها دست پیدا کنه. بنابراین ارتباط به عنوان یک سرمایه اجتماعی است که هر فردی با توجه به کمیت و کیفیت ارتباطات خود از منابع و حمایت‌های شبکه ارتباطات برخوردار میشه. ایده سنجش شایستگی سرمایه اجتماعی ارتباط رو در 2 مقوله کمیت و کیفیت ارتباط مورد سنجش قرار داده. مقوله اول کمیت ارتباط است که با توجه به تعداد افراد با نمره عمر بالایی که فرد میشناسه و با اونها در ارتباط هستش امتیاز گذاری شده که در واقع این مطلب مهم رو راند و وایتنر در کتاب 12 ستون موفقیت به عنوان ارتباط با انسان‌های بزرگ و موفق و یکی از 12 ستون موفقیت برشمردند و لذا ابزار سنجش موفقیت با الهام از این کتاب کمیت سرمایه اجتماعی ارتباط رو به تعداد افراد با نمره عمر بالا که با فرد با اونها در ارتباط هستش منوط کرده. همچنین کیفیت ارتباط هر فرد رو موفقیت در توانایی ابراز عشق و مهرورزی به مردم تعبیر نمود که موفقیت احساسی هم نامیده میشه و دکتر دین اورنیچ در کتاب عشق و زندگی مفصلا در مورد اون تحقیق کرده و ابزار سنجش موفقیت هم با الهام از این کتاب آیتم دوست ناب رو طراحی کردش. در ویدئوی ایده سنجش شایستگی و ارتباطات اجتماعی مفصلا درباره هر یک از این آیتم ها صحبت خواهیم کرد.